سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و بینندگانی که ما را در شبکه چی فیسبوک و چی یوتیوب پیگیری میکنید. نوارهای ما را تشکر زیاد به همه شما میکنم که سخنهای ما را گوش میکنید و فکر نظرهای خود را مینویسید. و طول یک دو سه روز شد تقریبا در شبکه فیسبوک بسیارتر مسخره ها و تحقیر های مردم را میبینیم در شبکه فیسبوک. و دو سه روز پیش تقریبا 13 همین ماه دکبر رحمانوف یک انجمن عروس در کاخ باربد و بعد انجمن حزب خلقی رحمانوف و نفرهایی که در اعضای همون حزب حرکت همون رحمانوف بودن و رادیو آزادی، ژورنالیست رادیو آزادی چیکار کرد با همون نفرهایی که از انجمن برآمده بودن، از همون حزب برآمده بودن، یک چند مصاحبه میخواست که بگیرن و اما متاسفانه یگان نفر آنها غیرت نکرد که در نزد دوربین رادیو آزادی یک مصاحبه دهد یا که در انجمنی که رحمانوف امام رحمانوف چی رو برگزار کرد و کی رو تعیین کرد و یکون چیزی آنها هم نگفتند. و خودی بنده دیروز یک شبکه موندم و یک تحقیرآمیز بر همین وکیلان بانو مردمی کردم و در اون تگی بگیم که پست بگیم یا که نوشتنجات بگیم بسیار تحقیرها تنقیدها هم شد از فکرهای حکومت رحمانوف. و سبب در چیه که امروز شما مدام که یک وکیل مردم باشید، شما را مردم انتخاب کرده است و باید شما در نزد دوربینی که به مردم رسانه پخش میکنن باید حتما شما چیکار کنید و فکر نظرهای خود و چیزی که در همون انجمن گذرونده باید با دوربینایی که به مردم رسانه درست و دقیق پخش میکنن باید شما چیکار میکرده فکر نظرات و در اونجا چی گذشت و کی رو انتخاب کردن و کی میشود در آینده چی مسئله را بررسی میکنید و شما باید چیکار میکرده همین فکر نظرات و در مصاحبه در صدراهی که رادیو آزادی مونده بود با بانو وکیلان مردمی متاسفانه و گریختن و مطمئن هستم که در آینده نخواهد به این خطاگی ها راه بده، چون که شما یک وکیل مردمی هستید. باید شما از جانب مردم اگر تقلبی رحمانوف نباشد و تقلب رحمانوف شما اگر انتخاب شده نباشد و من مطمئن هستم که شما از زمان دوربین های رادیو آزادی نمیگریختید، چون که شما همچون یک جنایتکار هستید که اجباراً شما را رحمانوف آورده است بالای منبرها و شما هم تو در اون جنایت هایی که رحمانوف تا امروز دست دارد و شما هم مطمئن باشه که دست داره. از همین لحاظ من فکر میکنم که شما هم در قطار همون رحمانوف همچون یک جنایتکار هسته که چون که از نزد دوربین های رادیو آزادی گریختید و باقی سلامت و سربلند باشید. وقت شما را بسیار نمیگیرم. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.